سلام، اسم من پرینازه. 28 سالمه و کرمان زندگی میکنیم. 11 سالی که ازدواج کردم و حاصل این ازدواج 2 بچه است. زندگیمون خیلی خوب بود تا اینکه اتفاقی افتاد که شما هم در صورت تمایل میتونید اتفاقات و ماجراهای ترسناک خودتون رو به آیدی تلگرامی که روی صفحه میبینید ارسال کنید. ممنونم. زندگیمون خیلی خوب بود، جوری که همه حسرت ما رو میخوردن. کم کم خونه ساختیم و اسباب کشی کردیم، رفتیم خونه خودمون. ولی از عید 1401 که مراسم عقد خواهر کوچیکم بود، شوهر من کلاً رفتارش تغییر کرد. همش فکر میکرد که من با یکی رابطه دارم. گوشیمو چک میکرد، اکانت واتساپمو هک میکرد، شماره هامو برمیداشت، زنگ میزد ببینه کیه، یا میومد میشست ساعتها جلومو به من ظلم میزد و هیچ حرفی نمیزد. من عصبی میکرد، جوری که همه اطرافیان تو مهمونی‌ها و دور همیامون فهمیده بودن رفتاراشو. اصلا از این رو به اون رو شده بود. از عید از کارش بیکار شد، چون پروژهشون تموم شده بود. ماشینمون خراب شد و پول تعمیرشو نداشتیم. هر 2 ماشینمون رو فروختیم. چند ماه بدون ماشین و بیکار و بی پول بودیم. اینا از یه طرف اعصاب خوردی‌ها و دعواهامون از یه طرف دیگه. هر کدوم بیشتر از 10 کیلو وزن کم کرده بودیم. تا شهریور امسال که خسته شده بودم از دستشو، حساس شده بودم روی این قضیه که بهم تهمت بزنه. کارمون نزدیک بود به جدایی برسه، چون من هم کار اجرا گذاشتن مهریه‌مو کردم، هم نفقه خودم و بچه‌هامو اجرا گذاشتم و هم دادخواست طلاق دادم. تا اینکه یه روز اومد گفت ببین بیا بریم پیش یه دعانویس. به خدا اصلا دست خودم نیست. اونا، منظورش جنا بود، این فکرها رو میذارن تو ذهنم راجع به تو. که یه دعوای حسابی کردم و گفتم چرت و پرت نگو، تو باید بری پیش روانپزشک یا تیمارستان بستری شی با این ذهن بیمارت، نه اینکه بری یه عالمه پول بدی به دعانویسا که فقط کلاهبرداری میکنن. خلاصه کارمون به کتک کاری رسید. خیلی التماس میکرد، میگفت به خدا زنم و زندگیم و بچم و دوست دارم، بیا یه بار بریم یه فرصت بده، اگه درست نشد هر کار دلت خواست بکن و خودم هم همکاری میکنم باهات. به خواهرم گفته بود شاید پریناز میترسه که اون دعانویس چیزی بگو من چیزی رو بفهمم، وگرنه میومد همراه. خواهرم بهم گفت برو همراهش، ضرر نداره. که گفتم من میترسم، چون بهمون ساعت 12 شب وقت داده. گفتم دعانویس 100% یه نقشه‌ای داره و اینا یه باندن و از این فکرها. بالاخره راضیم کرد که برم همراهش، ولی خیلی استرس داشتم و فکر میکردم الان این دعانویسه از اونایی که یه پیرمرد ژولیده نشسته توی یه جای کثیف کلی اذیت آزارمون میکنه. همش این فکر توی ذهنم بود که همراه خودم حتی یه چاقو هم برداشتم که مثلا اگه خواست اتفاقی بیفته از خودم دفاع کنم. در ضمن اینم بگم که من قبلا خیلی دعای معراج میخوندم و آیت الکرسی و مرتب ذکر میگفتم و نمازم قطع نمیشد. ولی از وقتی که شوهرم این تهمت‌ها رو بهم زد دیگه کلاً بوسیدم گذاشتم کنار و از خدا گله داشتم که چرا این اتفاقا باید تو زندگیم بیفته. من که زندگیم خیلی خوب بود. حتی فامیل میگفتن خوش به حالت، شوهرت اصلا بهت گیر نمیده، هر جا بری هر جا بیای. خب منم هیچ وقت از اعتمادش سوء استفاده نکردم. راستی یه بار که بهم تهمت زد نتونستم دیگه تحمل کنم و رگ دستم رو زدم. خودشم خیلی ترسید.
سری رسوند منو بیمارستان نزدیک خونمونو دستمو بخیه زدن. خیلی اذیتم میکرد و منی که حاضر نبودم تا قبلش خار به پاش بره ازش به حدی متنفر شده بودم که فقط آرزوی مرگ براش میکردم. اصلا نمیخواستم باهاش همکلام شم. میگفتم این زندگی دیگه زندگی نمیشه، یا باید طلاق بگیریم یا باید یکیمون بمیره. خلاصه سرتون درد نیارم، راضی شدم که برم زرند، چون دعانویسی توی شهرستان زرند بود. 12 شب رسیدیم که دیدم خیلی ها جلومون نشستن. یکم دل اومد تو دلم که تنها نیستیم و اینم بگم که فقط تو دلم مسخره‌شون میکردم که چقدر مردم احمقن و راحت گول میخورن و چقدر راحت پول میدن، فقط پول میدن. فقط میخندیدم بهشون توی دلم. یک کلمه با شوهرم حرف نمیزدم، فقط میخواستم بهش ثابت کنم که این چیزا چرت و پرت و تو احمقی که میخوای پول بدی. که پول کمی هم نمیخواست، 3 میلیون تومان پول خواسته بود. منم گفتم به درک، بذار بده تا خودش بفهمه. ما تو سالن انتظار نشسته بودیم و اون دعانویس و کسی که مراجعه میکرد بهش توی اتاق دیگه بودن. من میخندیدم و مسخره میکردم که یکی از مردایی که اونجا بود گفت این آقا جن داره و اگه کسی براتون دعا گرفته باشه جلو چشم خودتون میاره از تو سطل بیرون. باز خندیدم و گفتم عمرن. خندید و سری تکون داد و گفت حالا نوبت خودت میرسه و میبینی. ساعت 1 شب نوبتمون شد. رفتیم تو. دیدم یه مرد بسیار خوشچهره و با ظاهری کاملا امروزی، حدوداً 40 ساله و خیلی موجه، ازمون دعوت کرد که بشینیم رو صندلی. خودش هم پشت میزش بود و به منشیش که یه دختر 17-18 ساله بود گفت سفره رو آماده کن براشون. به ما هم گفت بشینین روی زمین اون طرف سفره رو به قبله تا من بیام. ما نشستیم. اتاقش هیچ پنجره‌ای نداشت و هوا یکم داخل سنگین و خفه بود. نمیشد نفس کشید درست. انگار بوی عود تو فضا پیچیده بود و بوی شمی که میسوزه و بوی گلاب و زعفرون. به شوهرم گفت برو یه سطل از پشت در اتاق بردار و از شیر آبی که توی حیاته آبش کن و بیارش. شوهرم رفت و بعد از چند دقیقه برگشت. منشیش نشست روبرون اون طرف سفره که سفره رو برامون آماده کنه. روی سفره 3 تا کاسه بود. تو یکیش قند بود، تو یکی نمک و تو یکی دیگه مقداری خاک و شیشه گلاب و پاکت زعفرون هم کنارش قرار داشت. منشیش یه سینی آورد و 4 تا شمع 4 طرف سینی گذاشت. از اتاق رفت بیرون. دعانویس جلومون نشست و 7 تا کاغذ آورد. داخل سینی گذاشت. 6 تا بالای سینی و بین 2 تا شمع بالای سینی و اون کاغذی که اسم خودم و بچه هام و شوهرم روش نوشته بود و گذاشت بین 2 تا شمع پایین سینی. یه چاقوی بزرگ که دسته پلاستیکی نداشت و کلش فلز بود داد به دست من و شوهرم. به ما گفت وقتی من شروع کردم به دعا خوندن شما این چاقو رو میکنین تو سطل آب و برخلاف عقربه‌های ساعت میچرخونین و بسم الله نگین و صلوات هم نفرستین و دعا هم همراهتون نباشه و کم کم با اون یکی دستتون یکم خاک و بر میدارین و میریزین توی سطل آب. وقتی گفتم به شیرینی سفره هر 2 نفرتون قند بر میدارین و میریزین تو سطل و هر وقت گفتم به برکت سفره شما نمک میریزین و هر وقت گفتم به گلاب سفره شما گلاب بریزین و هر وقت گفتم به زعفران سفره شما زعفران بریزین. من قبلش دیدم هیچی تو سطل نبود و
سطل فقط آب تمیز توش بود. گفتیم باشه و من همچنان توی دلم مسخره میکردم و میگفتم همش مزخرفه و چرنده. فقط منتظر یک گاف از طرف دعانویس بودم که بهونه دستم بده، چون فرداش جلسه مشاوره قبل از طلاق داشتیم. گفتم از همین استفاده میکنم که بگم این آقا روانی و همش میگه برامون دعا گرفتن و اجنه این فکر رو تو ذهنم میذارم. خلاصه بدون ترس و خونسرد نشسته بودم و منتظر یه سوتی بودم. دعانویس شمع رو روشن کرد و مراسم رو شروع کرد. اول چند تا سوره خوند، مثل سوره ناس و کوثر و چند تا سوره دیگه. بعدم اسم خودمون و مادرامون و اسم بچه هامونو گفت و مراسم شروع شد. ما هم چاقو رو میچرخوندیم و کم کم خاک میریختیم توی سطل. بعد 4 تا موکل اصلی که میکائیل، جبرئیل، اسرافیل و عزراییل بودن و قسم میداد که احضار بشن و بعد اسم چند تا دیگر رو آورد که شوهرم بعدم به من گفت اونا موکلای خودش بودن. چند بار خوند و بهشون گفت که گوسفند براتون قربانی میکنم و شما هر چی دعا و طلسم برای اینا هست هر جای دنیا بیارینشون. بعد بلند شد و چند دور ما و سفره چرخید و بعد نشست، چاقو رو گرفت، خودش چرخوند، توی آب و دعا خوند و بعد داد به دست ما. گفت بچرخونید و هر چی میگم تکرار کنید. ما هم همین کارو میکردیم. بعد اون 6 تا کاغذ رو اول گفت نفری یکی بردارین و بگیرین روی شمع و بسوزونین. سعی کنید تا آخر بسوزه. وقتی دستتون خواست بسوزه بندازینش توی سطل آب و بار دوم گفت نفری 2 تا کاغذ بردارین و هر کدومو روی یکی از شمع بسوزونین و اگه خواستین بسوزین بندازین توی سینی. ما هم این کارو کردیم. بعد چاقو رو گرفت و سینی رو گذاشت روی سطل آب. من تو تمام این مدت چشم کاملا باز بود تا ببینم شاید خودش چیزی بندازه تو سطل و 6 دنگ حواسم بهش بود. کارش تموم شد و بعد ساعت طلایی که دستش بود و انگشترش رو در آورد و یه پیراهن مردونه آستین کوتاه هم پوشیده بود که آستینش تا بالای آرنج دستش بود. دستشو تا بالای آرنجش کرد تو سطل و میچرخوند و ورد میخوند و فوت میکرد تو سطل. همون لحظه توی اون اتاق که هیچ پنجره و سوراخی نبود و تو شهریور ما که انقدر هوا اونم تو استان کرمان گرمه، فضا به حدی سرد شد که من پاهم داشت یخ میزد و وقتی دست زدم به پاهام کاملا انگشتای پام یخ زده بود. همینجور که داشت دستشو توی سطل میچرخوند و من داشتم مسخره میکردم تو دلم، یهو از بالای سقف روی پشت بوم و تو دیوارای اتاق یه صدایی که انگار یه چیزی کوبیده شد به سقف و به دیوارا اومد که من و شوهرم همزمان نگاه کردیم به اون سمتی که صدا اومد. دعانویس هی دستشو میچرخوند. باورتون نمیشه. به خداوندی خدا یه قفل در آورد، باز دوباره دستشو کرد تو سطل و چرخوند. دعا آورد بالا. هی این کارو تکرار کرد و یکی از توی سطل می آورد بالا تا اینکه دیگه گفت نیست. اون چیزایی که بالا آورد یه قفل بود، یه کلید زنگ زده بزرگ، یه نخ 40 سانتی آبی رنگ با خالای قرمز که 3 سانتی یه گره داشت و شامل 10-15 تا گره می شد. 3 تا دعا که 2 تاش کاغذی و دورشون چسب بود که بین چسب و کاغذ خاک رفته بود و چسب کثیف بود. معلوم می شد که توی زمین و خاک دفن بوده. و یه دعا که توی پارچه سبز دوخته بودن و
2 ورق فلزی که اندازشون تقریبا 6x8 مستطیلی که شوهرم گفت فکر کنم جنسشون مسه. باورتون نمیشه. ضربان قلبم رفته بود رو 2000. به حدی تون میزد که میگفتم هر آن سکته میکنم. هم خیلی ترسیده بودم، هم عصبی بودم که کدوم از خدا بیخبر این کارو با زندگیمون کرده و بعد زدم زیر گریه و گفتم کی کرده این کارو؟ گفت تو چی کار داری کی کرده؟ مهم اینه که الان باطلشون میکنم. گفتم اینا چیه؟ گفت رابطتونو با جادو سرد کردن. گره تو کارتون افتاده. زبونتونو بستن. رزق و روزیتونو بستن. و سردی خیلی شدید بینتون ایجاد کردن. جوری که میخوان سر به تن شوهرت نباشه. بعد بهمون برای توی ماه مهر وقت داد. گفت بیاین دعاهاتونو ببرین و دیگه کسی نمیتونه براتون جادو و طلسم بگیره. تازه اونجا بود که فهمیدم واقعا این چیزا وجود داره. این آقا خیلی به کارش وارد بود. بنده خدا بعد از مراسم خیلی حالش بد شد. همش سرش و پیشونیشو میمالید. با دستاش فشار میداد و خیلی براش سنگین تموم میشه این کارو. وقتی سوار ماشین شدیم که بیایم، توی راه همون بویی که تو اون اتاق میومد پیچیده بود و کلاً باورتون نمیشه ذهنمون آروم شد و ریلکس شدیم. منی که قبلش از کرمان تا زرند حرف نمیزدم، حتی یک کلمه. مسیر برگشت کلاً حرف میزدم و میگفتم و میخندیدیم و دقیقاً مثل قبل شده بودم. من یه خواهر شوهر دارم که با شوهرش به اختلاف خورده بودن و خیلی کارشون بالا گرفته بود که خواهر شوهرمو خیلی کتک زده بود و بیمارستانی شده بود. شوهر منم رفت و یک کتک حسابی بهش زده بود و مادرش زنگ زده بود به شوهرم، تهدیدش کرده بود که اگه زندگیتون رو به هم نریزم هیچی نیستم. خلاصه زنی که جادوگر زندگی اونو سیاه کرد. اینم بگم که من صدای دعانویس رو با یمکی ضبط کردم که مثلا مدرک داشته باشم. به مامانم گفت اگه اون صدا رو بذاری گوش بدی و پخش بشه تو فضا اونا دوباره احضار میشن و تو که نه سفره چیدن و نمیتونی قربونی بدی براشون و نمیتونی دیگه برشون گردونی، بیچاره میشی. یا پاکش کن یا اصلا گوش نکن. من از طریق یکی از دوستام با کانالتون آشنا شدم. اونم گفت که براتون تعریف کنم. همینجا از شما و از همه دنبال کننده های کانالتون خواهش میکنم که برامون دعا کنن. خدا ازشون نگذره که اینجوری با زندگی مردم بازی میکنن.